تعطیلی شبکه من و تو خبری است که این روزها مدام از رسانه‌های مختلف به گوش می‌رسد. چیزی که عوامل شبکه بارها در برنامه‌های مختلف به آن اشاره کردند. آخرین روز پخش شبکه من و تو برای ما امروز روز خیلی عجیبی بود. برخی از عوامل وجود مشکلات مالی را دلیل تعطیلی شبکه معرفی می‌کنند. نمیتونیم از پس مخارج بر بیاییم. درآمد ما از محل پخش این تبلیغات از اون چیزی که انتظار داشتیم هم فراتر بود و امیدوارتر هم کرد شبکه من و تو رو که این مدل میتونه موفق هم باشه. اما متاسفانه در منطقه‌ای که ما هستیم هممون میدونیم بی‌ثباتی سیاسی، نابسامانی اقتصادی، همه اینها در منطقه این ایده تلویزیون تجاری به هر حال به اون صورت هم کار نمیکنه. مجریان شبکه من و تو در حالی مدعی هستند از جایی حمایت نمیشوند و شبکه به دلیل استقلال مالی در حال تعطیلی است که سالها بدون پخش تبلیغات بازرگانی برنامه‌های شبانه روزی ساختند. ما نتونستیم زیر پرچم عربستان بریم، نتونستیم زیر پرچم اسرائیل بریم، نتونستیم زیر پرچم انگلستان بریم. نه اسرائیل پشت ما بوده، نه همیهنان بهاییمون پشت ما بودن. اما حقیقت ماجرا چیست؟ برای فهمیدن پشت پرده این ادعاها بد نیست سری به همپیالگی‌های این رسانه و اپوزیسیون خارج نشین بزنیم که سالها با این شبکه در ارتباط بودند. حسن اعتمادی از افراد برجسته این جریان و یکی از بنیانگذاران شبکه من و تو در اظهاراتی چنین میگوید: به طور قد این بودجه رو فرد نمیتونه بپردازه، چون الان 6 ساله که من و تو داره کار میکنه. اسپانسورها یا نمایندگان اسپانسورهای این تلویزیون نخستین بار در امریکا کیوان و رها رو ملاقات کردن. بودجه تلویزیون من و تو بودجه دولتیه، مال پنتاگونه. لقمه شبکه من و تو چنان گلوگیر است که شهرام همایون از چهره‌های سرشناس اپوزیسیون خارج نشین با کنایه و طعنه از مدیر این شبکه می‌خواهد این خیر را معرفی کند. 15 سال این 20 میلیون پوند از کجا اومده؟ برای چی اومده؟ بابا 20 میلیون پوند، 30 میلیون دلار، بعضی از کشورها بودجهشون 30 میلیون دلاره. 30 میلیون دلار یعنی ماهی 2 میلیون و 500 هزار دلار. ولی خب هدف چی؟ جناب عباسی کاش که میگفتید این 15 سال این بانی خیر کی بوده؟ داریوش سجادی از دیگر تحلیلگران سیاسی نیز تمام اظهارات عوامل این شبکه را زیر سوال برده و بیان می‌کند این شبکه تا به امروز به هیچ عنوان دغدغه پول نداشته است. تلویزیون من و تو دقت می‌کردید و بکنید یک خطم آگهی تبلیغاتی نداشت، همونطور که اینترنشنال نداره، همونطور که بی بی سی نداره، چرا که بودجهشون دست دولته و دغدغه مالی ندارن. این تلویزیون اعلام کرد که به زودی تعطیل میشه، اونم به قول فرمایش شما در بحران مبتلا به خاورمیانه و جنگ سنگین اسرائیل. خب همه میدونید و میدونیم که شائبه وصل بودن این تلویزیون به دولت تل‌آویو خیلی جدی، هم نیروهای سلطنت طلب و هم دولت اسرائیل از در واقع اسپانسرهای مالی این تلویزیون هستند. صاحب نظران دیگر هم که سالها بلندگوی این قبیل رسانه‌ها بودند به این موضوع اعتراف کردند. شبکه‌های فارسی زبان که با بودجه‌های خصوصی و کوچیک در لس آنجلس شروع به کار کرده بودند، حالا عمدتاً در دست شرکت‌های بزرگتری بودند که از لندن و با بودجه‌های کلان بیننده فارسی زبان رو مسحور تلویزیون کرده بودند. خب تلویزیون‌های لس آنجلس بیشتر با سرمایه شخصی اداره میشه. رسانه مخارج خیلی سنگینی داره. وقتی هزینه یک تلویزیون فقط منحصر به چند آگهی یا احتمالاً کمک چند آدم علاقه‌مند به سرنوشت ایران باشه، خب طبیعتاً نمیتونه اون گونه که الان شما عمل میکنید بتونه عمل بکنه یا تلویزیون دیگری که با بودجه دیگری کار میکنند. برآیندی که از این اتفاقات به دست می‌آید این است که این رسانه بعد از ناکامی در پیاده‌سازی اهداف و سیاست‌های حامیان مالیش و کنار زده شدن توسط آنها با تغییر رویه و ادعای استقلال به دنبال سرکیسه کردن مخاطبان خود میباشد و همچنین با این اشک تمساح ریختنها در صدد جلب حامیان مالی جدید هستند.